سه چیز فرزند آدم از شیطان نجات میدهد. یکی مسجد، دیگر ذکر خدا، سیوم قرآن خواندن. آدم هیچ وقت لقمه شیطان نمیشود. دادرای عزیز، قرآن خواندن ده هم کوشش داشته باشید. قرآن گوش کردن ده هم کوشش داشته باشید. دادرای عزیز، همیشه خانه هاتون ده قرآن گوش کنید. ماشین هایی که خدا بهترین نعمت به شما داده است، قرآن گوش کنید. انشاءالله شما پاداش میگیرید، شما اجر میگیرید، عصبه های شما تبابت مییابد.